سلام دوستان، تصمیم تایم سمند رو میخوام آموزش میدیم با موتور 1800. حالا تصمیم هیدرولیک رو باز کردیم. برای تصمیم هیدرولیک دوستان باید تالیور این سفت کنشه که دوستان در حال باز کردنشه. این سفت کنو یه تالیور میندازیم اینجا، به تالیور فشار میاریم و سفت کن میره عقب. وقتی که سفت کن میره عقب، ببینید این تصمیم را از روی پولی هیدرولیک فرمان در میاریم. حالا میخوایم بریم تصمیم تایم رو باز کنیم. حالا برای دوستم یه آزمایش برای سالم بودن سفت کن میکنه. آره دوستان، اینو میچرخونیم. اگه صدا بده خرابه، اگه صدا نده سالمه. حالا میریم پیچ پولی سر میلنگ رو باز میکنیم. حالا دوستان تویم پولی در اومد. این خار باید گم نشه که دوستان ببینید، این خار رو باید گم نشه دوستان، مراقب باشید. حالا پیچ شنگی رو باز میکنه با پیچ آلن. حالا پیچم باز میکنیم. اینم نمایی از ترمز فرمان سیبک، اینم کمک فنر رو کن. حالا شنگی رو باز کرد. حالا دوستان اینم شنگی منسوبه باز میکنه، قالپاق بهش میگن. نمای از موتور. تا این پیشو باز میکنه. این نمای از گیبوکس. حالا باز کردیم دوستان. اینم تصمیم، ببینید تصمیم. ببینید اینم یه پیچی داره، ما قرباق پایینه. اینه قاچاق دستی. آره دوستان، آره دوستان پیچش رو باز کردیم. حالا قرباق تصمیم باز میکنیم. حالا دوستان قلباق میکشیم بیرون. ببینید اینا تصمیم، اینا علامتاش. ببینید دوستان یه چیز بگم درباره علامت‌های سر میلنگ. این شیاری که میبینید، این شیار باید اینی که روی پولیه
این 7 دنده و نیم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 7 و نیم. ببینید 7 و نیم روبروی این باشه. این تایم میلنگ درسته، تایم میلنگ. حالا میریم تایم میلسوپا رو میگیریم. آره حالا دوستان تایم میلسوپا رو میخوایم بگیریم. این تایم میلسوپا ببینید اینجا یه سوراخی داره که با وارد بلوکه میشه. اگر شون بده که دیگه نشان نمیده. ببینید این باید راحت حرکت کنه. اینم تایم پولی تایم میلسوپاپ. آره حالا برای خارج کردن تسمه میایم سفت کن رو باز میکنیم یا شل میکنیم. آره سفت کنه اینجا قرار میگیره. اینجا دوربین که نشون ببینید دوستان اینجا که دوربین نشون میده این سفت کنه با پیش آچر 13 باز میکنم. حالا نشونتون میدم. حالا دوستان اینم باز میکنیم با پیش مال سفت کنه. حالا سفت کن کلن میخواستم باز کنم. به این تسمه رو در بیاریم دوستان. ببینیم تسمه رو در بیاریم. این هم تسمه در بیاریم. حالا دوستان تسمه رو که باز کردیم تسمه رو دوستان در میاره. ببینید تسمه اینجا تسمه از پایین میکشه پایین و تسمه اینم تسمه. ببینید که بالا سالمه تسمه. حالا دوستان تسمه رو میندازیم روی ماشین. فیلمش رو میگیریم برای دوستان. از بالا تسمه رو میندازیم. یه چیزی بگم، اگر تسمه علامتی داشته باشه باید رو به طرف جلوی ماشین باشه. تایم موتور رعایت شده. بر آموزش باز کردیم. میبینیم اگر علامتی نباشه حروفای انگلیسی به کدوم طرف باشه. ببینید که رفت پایین. به طرف جلو باشه باید به طرف جلو باشه. اگر علامتی نباشه روی تسمه حرفا. حالا دوستان تسمه می‌اندازیم جا می‌اندازیم. آره برای کامل وارد سطح پولی نشه فقط لبه تسمه با لبه پولی درگیر بشه از پایین راحت‌تر وارد پولی سر میلنگ بشه. ببین دوستان تسمه را کامل جا انداختیم. از پایین هم نگاه کنیم. تسمه از کامل جا افتاده. این هم هفت میلنده. از اینجا اگه تسمه نشون بده تسمه از کجا رد میشه. تسمه از اینجا میره پشت واتر پمپ جلوی سیفت کن. حالا سیفت کن سیفت نکردیم دوستان میاد بالا. از اینجا دور میل سوپا با میگیره و میره پایین و اینا قرار گرفتن طرز تسمه روی ماشین. حالا سیفت کنش رو میبندیم و در حال تنظیم کردن سیفت کن ازش فیلم میگیریم و برای شما نشون. ببین دوستان این ابزار که درست کردیم اینم باسیم. این ابزار ببینید 4 شاخه داخل سیفت کن از بالا. اگر تسمه دستانها باشه شاگردی هم نباشه اینو وارد سیفت کن میکنیم. روی سیفت کن
سوراخ‌های وجود داره، یعنی سیف کن، وارد سیف کن میکنیم. آره وارد شد دوستان. آره اینا میکشیم دیگه، سفت کن تنظیم میشه. فقط پیچ سفت کن رو میبندیم، از اینجا کنترل میکنیم چقدر باید تصمیم سفت بشه چقدر سفت نشه. ببینید دوستان با 2 دنده و نیم بره داخل پولی، ببینید کم میکنیم 2 دنده و نیم. حالا سفت حالا تنظیم. حالا پیش سفت کن رو میبندیم. آره این میزون میبندیم، پیش سفت کن رو تموم میکنیم. این دوستان اینو میکشیم دیگه سفت میشه. حالا دوستان در حال بستن پیش سفت کنشه. حالا دیگه تموم شد. اینم ابزارش، از پایین شل میکنیم. ابزار رو در میاریم راحت. ابزار این راحت درست میشه. یه سوراخی میکنیم توی مته. اینم ابزار مخصوصش. این ابزار میزنیم کنار. حالا میایم قالپاق رو جا میزنیم. ببینید سفت کنم، سفت بودن تصمیم سالم، تایم سالم. و حالا در حال جمع کردن تصمیم هستیم. دوستان حالا قالپاق میندازیم جلو. برای جا زدن قالپاق این شلنگ رو دوستان با دست میکشیم عقب و قالپاق ظرف میره داخل راحت. اینم قالپاق. همیشه زنیتر دوستان تایمش رو گرفتیم و حالا در حال بستن. دیگه چیز خاصی نمونده، فقط میمونه تصمیم هیدرولیک. حالا برای بستن پیچش، یعنی پیچ این قالپاق یکی اینجا هست، یکی اینجا هست. برای اینم یه پیچ اینجا هست، اینجا هست، یه پیچی هم اینجا هست دوستان. آره اینجا اگر فیلم به که نشون نمیده اینجا تیکی چابک. آقای مرادی در حال بستن این قالپاق. ببین دوستان این پیچی هست، خیلی هم سخت باز میشه. شاید ما روش رو نمیدونیم ولی سخته، برای ما خیلی سخت میشه. یه پیچی هم اینجا داره، خیلی هم سخت میشه. فقط این مونده و جمع کردن تصمیم هیدرولیک.